در محفل شعر گلرخسار شاعر سرشناس تاجیک روز دوشنبه 7 مارت گیمن رمزی نوروز معرفی شد. این شعر ایجاد تازه گلرخساری صفی است. برای که درباره نوروز دیگر گپ نزنیم، گپ زیاد نزنیم، گیمن نوروز جهانی همینجا هستم گپا. از عهد کیان آمد، سرسبز و جوان آمد، با پرچم خورشیدی، با شوکت و شان آمد. نوروزی جمشیدی، جمشیدی نوروزی. از نور سلام آورد، از سور مقام آورد، در چشم گلی آتش از عشق پیام آورد. محفل نظم گلرخسار با حضور هواداران، هنرمندان و ادیبان تاجیک و فارس در چارچوب آمادگی به همایش بین المللی ادیبان حوزه نوروز برگزار شد. همایش مذکور بار نخست با پیشنهاد خصوصی گلرخسار برگزار خواهد شد که این پیشنهاد او در 1 سال پیش از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان پذیرفته شد. همین آرزوی من، همین تمنای من که تمنای شما و تمام مردم تاریخ هم بود، از انصاف هم بود، همین چیز در دل رئیس جمهور هم بوده است که فوراً سفارش دادن و این سفارش اجرا شد. هوای محفل نظم گلرخسار بهاری، نوروزی، عاشقانه و هزلی نمکین داشت. معشوق غزل جلوه ای از روح حماسه است، سهراب همان سرو چمان چمن ماست. ای آن که به آیین عجم خورده گرفتی، نوروز همان پاسخ دندان شکن ماست. سال آخر بسیار شعرهای عشقی نوشتم. بعد واخوردیم در کجا نگفتم استاد سال آخر عاشق شده این جوانی تون ده خدر شعری اون وقتا رپیتیسیا بود گفت من عاشق شدم. کاش که همیشه عاشق باشد استاد. شاعری که هنرمنده که ایجادکاری که عاشق نباشد او یگان چیزی اصیل ایجاد کرده نمیتواند. از عشق سخن بگو اگر گپ داری، از هجر سخن مگو که میرم به تو. گلرخسار در این محفل نظم نیز آشکارگویی میکرد. حرف او از شعر به خواننده و مردم کنار رفته از ادبیات بود. اما ما خواننده نداریم، ما فقط شعر میگیم، نمیدونم برای کی. و میخواستم بگم که برای چی در همین فرهنگ راویای خوب نیست. این همین صحنه ما شاهد بودیم. شادروان یادش بخیر، روحش شاد باد، محمود واحدوف تئاتر یک هنرپیشه را تشکیل کرد. عمر خیام هم به زبان روسی میخواند هم به زبان تاجیکی. ما در زبان روسیش هم که نمیفهمیدیم، حتی بلیط نمیافتیم. و امروز خواهم بگم که برای چی ما اینقدر شعر میگوییم، شعر مینویسیم، از گهوارات تا تابوت، از لالایک تا درگلیک میریم، اما شعرخوانی خوب نداریم. اما دولتمند خال، هنرمند شناخته تاجیک، از آن وصف کرد که برای سرودن شعر شاهنامه وطن است گلرخسار در یک محفل در ایران 5 دفعه روی صحنه آمد تا به خواهش مخلصان آن شعر را به تکرار سرآید. گلرخساری صفی در برابر بازار صابر از شمار ادیبان سختگو و آشکار بیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 یک مدت خارج از کشور به سر بردند. زیرا حکومت از موقعگیری آنها خوش استقبال نمی‌کرد و پشت پرده رفته بودند. اما با گذشت سالها توجه به شعر گلرخسار و شخص او از سوی حکومت و رهبریت کشور افزود. راه گلرخسار به محافل رسمی باز شد و بازار صابر با دعوت خصوصی رئیس جمهور به تاجیکستان باز پس برگشت و در اکثر محفل ها صدر مجلس است.